سلام بینندگان عزیز، به گزارش امشب خوش آمدید. ما یگان مرداز در کنج خانه میشینن. او خود دور از خود واسفت زن ندارم، واسفت مرد ندارم. کل چیز کلیش. شو بری روز بری هیچ گپ نیست. نه مردم آرام و کرخت میگن. امرای کی آمدی؟ امرای مادرت؟ یا کجاست مادرت؟ دخونه. شما مصری شدین؟ پوبلیگک شدین؟ بله. حمادالدین؟ عمادالدین. دیگه کاکای گفتی دیگه تو خوب یک جنگ میکنیم او خودت. رات نیمروز روزگان فعلا کمپاین ملخ کوشی ما جریان داره. اینما قیاک است اما این قدر خربوزه را از بین میبره. یعنی تخم پدردار. تخمای بی پدر چوچه نمیکشی. بله. یک دانه داشت ماندیم هر خانه که در سیستم آشپزی مکمل تغییر میخوره. این چنان تازه است که تا چکم زده میشه. بسیار خوبش خورده میشه. چی بگوینم؟ اینو غین تو خوبی بولغین. مرا بیار. میله دهقان و سومین نمایشگاه بهاری محصولات زراعتی سال 1403. سلام بینندگان عزیز، به گزارش امشب خوش آمدید. من در بادامباغ هستم. بادامباغ جایی که بیشتر نمایشگاه‌های زراعتی از سالیان متمادی تا امروز برگزار بشه و امروز تعداد زیاد از افغانها از ولایات افغانستان، از داخل شهر کابل، از ولسوالی های کابل، در کل یک تعداد زیاد مردم با جوش و خروش آمدن و به این نمایشگاه پیوستند. کسانی که از ولسوالی های کابل آمدن، از ولایات افغانستان آمدن، یک چیز به خاطر نمایش گذاشتن در این نمایشگاه حتما آوردن. از قرود شروع تا زعفران، گل سرشوی، بولانی، چی است که در اینجا نیست. حتی اختراعات خود را اینجا بر نمایش گذاشتن. شما را با چیزای امروز آشنا می سازم، شاید افتخار بکنین به او. مثلا چیزای اینا ساختن که با کمترین هزینه، با کمترین انرژی میتونن اینا برق تولید بکنن، با کمترین امکانات، با کمترین مصرف اینا میتونن آب جوش بکنن، میتونن که حتی من ماشینکای خرد را دیدم، توسط از اون ماشینا شما میتونین که حداقل 100 دانه تخم بگذارین در اون ماشینا و 20 روز بعد صاحب چوچه مرغ شوید. و در کنار از او چیزای دیگه را دیدیم در بخش زراعت و مالداری که هیچ وقت دهقانا از بار اما وقتی کشاورزی میکنن از طرف حشرات مختلف آسیب نبینن. ودریگن او راسره رازانو تا خوراتویل رازانو ودریگه راسره کنان دل تراسه عادن نده پریدی. خب اجازه نداد رفیقش کمره ما گپ بزنه. از ولایت جنوب افغانستان آمدن. پس بین که ما و شما هم با کسانی که در اینجا اشتراک کردن به نمایشگاه آمدن با اینا یک جا اشتراک بکنیم و آنچه که برای گفتن دارن با شما یک جا شریک بسازیم.
این برادر ما ناشنوا هستن، یعنی گپ زدن نمیتونن، مگر عریضه خود به ما پیش کردن. یک چیز نوشتن در اینجا، من براتان میخوانم. اجمل خروتای فرزند محمد افضل خروتای باشنده قریه باشی ولسوالی بگرام ولایت پروان سکونت فعلی ولایت کابل می باشد. مذکور سخن گفتن نمیتواند و در صورت ضرورت به شماره پدرش که اونو شماره است محمد اعظم که خودش در امریکا واقع است تماس بگیرید. اجمل خروتای با بیش از چند یوتیوبر مصاحبه نموده تا صدایش را به گوش فامیلش در امریکا برساند که اینجا تنها می باشد تا بتواند با فامیلش در امریکا ملحق شود. اجمل جان که شنواست ولی صحبت کردن نمیتواند. از شما رسانه های عزیز خواستار همکاری می باشد تا صدایش را به گوش فامیلش در امریکا برسد. وی خواستار این است که صدایش در تمام دنیا پخش شود تا فامیلش بفهمد اجمل در چه حالتی قرار دارد. پس از شما رسانه های عزیز در حق اجمل کمک کنید. چون این یک ورق را کسی برش همکاری کرده نوشته و ما هم این صدایش را رساندم. از این معلوم میشه که اجمل در افغانستان تنها زندگی میکنه، باشنده ولسوالی بگرام ولایت پروان است. اگر خانوادهش صدای ما را میشنوه حتما اجمل را کمک بکنین، در کابل است. صحیح شد؟ برو کنید با خدا. نو نو الله ما الله ما الله ما الله ما ای الله ای الله ما ای الله. درباره اجمل جان شما شنیدین، من کاغذشان خواندم. آرزو دارم که خانواده خود را پیدا بکنه و با خانواده خود یک جای شوه، ادامه زندگی خود را کنار خانواده خود به پیش ببره. چی میگیرم؟ بولانی. دانه چند است؟ در. یک دانش در پا. صبح چند دانه بولانی آورده بودی؟ سیبکی 25 تا. 25 دانه. چند دانش سودا کردی، چند دانش مانده؟ چهار 13 دانه بولانی مونده خلاص. دیگهش سودا کردی؟ دیگه ریخته. خب هنوز روز زیاد است. دیگهش هم انشالله سودا میکنی. تا زمانی که ما بودیم اگر تا وقت سودا نکردی باز کل بولانیای تمام میخرم. سیبکی تا حالا نمیگرده کار. ها؟ سیبکی تا حالا نمیگرده کار نکردی. خب کلگی اونم آمدن برای کار. تنها خود تو نیستی نی؟ اما تو راست؟ آفرین. دیگرها که کار میکنه سعی کو دختره که تنها ششته اوجه کار میکنه. آفرین کار تکو. اگر خلاص نشد باز ما کمکت میکنم. سعی است من میخرم تمامش. بیا. سلام. سلام علیکم. چند دانه بولانی آوردی؟ آوردم 100 دانه. 100 دانه بولانی. چند دانش سودا شده؟ فروختم 30-40 دانه شده. 30-40 دانش سودا. 30-40 دانه. یک 50-60 دانش مانده. خدا من مقابل دیگه. هنوز نیم روز هم نشده. نه هنوز نیم روز هم. تا شام ان شاء الله خلاص میشه تا دیگه. خدا مهربانه شکر. دیگه روزام بولانی می آوردی؟ دیگه روزا سودا میشد؟ خدا مهربانه چرا سودا نمیشه؟ دیگه روزا که سودا شده امروز هم سودا. امروز هم سودا میشه. توکل به خدا. اگه سودا نشد باز دیگر کل شما میخرم. خیر بین جان جی. صحیح است؟ صحیح خیر. برای پناهتون به خدا باشه. نیاز است که با اونو مرد کهنسالم گپ بزنم. در این سن و سال در دیگه کشورها مردا و زنا کار نمی کنند، اما در افغانستان به خاطر که فقر و بیچارگی زیاد است، زنهایی که سنشان بلند رفته، مردهایی که باید در خانه خود بشینن فقط وضو و نماز بکنن، اونا مجبور میشن تا بیاین و کار بکنن که به نمایندگی از اونا یک شبرتان شما. کاکا سلام. و علیکم السلام. چاله زنده باشی کاکا. آدم خوشخوی که معلوم میشی. جان جور بخیر باشی. زنده خوب باشی کاکا. من پیشتر گفتم برای مردم، گفتم در دیگه کشورها امی مردایی که به سن سال شما میرسه و دیگه کار نمیکنن باز.
بله. هر آدم کنج خانه میشن یک کمک ماشک و مصرف دولت برش داده میشه. بله. اینال خودت چرا کار میکنی؟ ما خودم هم آدم خداوند تعالی خودش فرمودد، حضرت پیغمبر علیه السلام گفته که مرد برای گشتن و کار کردن و زندگی و روزگار است. بله. زن به خاطر چیز باز؟ زن به خاطر ششتن خانه است، به خاطر کار خانه است، به خاطر حجاب خانه است، به خاطر اولادار نگاه کنه. اولادار نگاه کردن و سرپرستی خانه را میکند. مرد به خاطر ازی است که بگردد نفقه برای ادوالش، برای زنش، برای خانهش، برای فامیلش، تا زمانی که از دستش چیزی میآید بکنه و که نامد. اگر اولاد صالح خدا داده بودش اون برش میکنه، اگر نداده بودش نابود بود، باز خدا او را وسیلش میکند. یا دولت میکند یا یک کسی دیگه میره بان میشه. یک وسیله پیدا میشه. یک وسیله برش پیدا میشه. اولادای خودت چطوره روزگارش؟ اولادای خودم ما به فضل الله و مرحمت خدا از خورد مقیج گرفتگی تا کلانشه به عبادت خدا، به قرآن خواندن، به درس، به تعلیم، به نماز، به روزه، به این چیز هستن. به کارم خودت میروانی که دیگه کار میکنی. امی کارم والا بچه که هستن که اونجا امی والا 6 سال یکیش اونجا رفتن اونم وستن من در کار کردن نمیبانند. ولی ما خودم آرام نمیگیرم، میگم باید داره که ما امروز از ما بگردم یا تنهای یک جای روز بگه کنم دیگه. به خاطر از زمین خودم در خانه آرام نمیگیرم. آدمی که کارگر باشه در خانه نباید بشینه. مرد برای کار است. مرد برای کار است. من خدا پیدا کردم به سرا. یگان مرداز در کنج خانه میشینن. او خود دور از خود واسفت زن ندارم، واسفت مرد ندارم. مرد خدا به خاطر کار، به خاطر گشتن، به خاطر سارا، به خاطر غیرت و ایمان داده که باید داره که ما خودم تو عمل حالم بچه‌ها کار میکنن نمیمونند. ولی من راضی نیستم که مدرسه بچه‌ها مثلا باشن باشن برای ما در ببینن که ما تا سرای شمالی برم یا تا برادر تا نانوایی برم یا تا یک هر وقتی که ما برم باید در بغل ما پیسه باشه که ما دماغ درآمدم خیر طلب صدا کرد جیبم دست کنم از جیب خودم پارت از اول کف دست از اول کف دست نانی که پیدا میکنم باید داره خودم پیدا کنم. اینا لکاکای جیگه پدگام است. یگان مرداست که نمی کنج خانه رو بسیار خوش داره که نمی فقط بیکار باشه میره کدنانی اولادا قرار کرده شش اون اونجا قصه کرده میره. خب پیشتر با خدمت عرض کردم که او صفت مردی رو نداره، او صفت زن نداره. پیغمبر خدا خودش گفته که کسی که با گپ زن میره یا در پالوی زن زندگی میکند او مرد گفته نمیشه، او از جمله سیاسراست. مرد گفتم با یک کلمه که مرد خدا پیدا کرد که در سراب بگردد، نفقه پیدا کند از رای حلال، از هر کدام با رای که میکنه، هر کسی با رای که میکنه. نفقه مرد به خانه ششتن نیست. امی یک دو سه تا رفیق دارم این 24 ساعت کمی شور بخوره در خانه است، این 24 ساعت شور بخوره در خانه است. خب الان زناشون که نگفتی دیگه. او زناشون دوستشون میگیرن میره خبر واره میگیرم و خانگی نیست. خب باز میگن نه او قدر شیرین شو که گلون تا بشارانه. نه تو ترس که تو فلانده. خیلی ونی کاکا. ولی قال باش شیرین شو زیادتر است. مرا قبول تا کاکا. خدا خیرت بده. ریش سفید هم باشه نمو تو ریش سفید تب خوش. خب مانده نباشین. خوب است. بخیر. خدا معرفی کو بر ما. کرامت الله از ولایت پروان و ولسوالی قربان بچه کو. خوب بچه از کوکو. ویدیوهای همگیش آرزو داشتیم در ایران سعی میکردم اینه خدا را شکر نزدیک دیدیم. یعنی بچه علاقه‌مند ما بوده کاکو. ویدیوهای تان در گوشیم هست، یک ویدیو که ما در سروی شمالی هم گرفته بوده یک 5 سال پیش. خب خورد بودی دیگه اون زمان. ریشم نداشتی حتما. دیگه جور است ان شاء الله. زنده بود. دور مهربانی که از خاطر زرگار مکتب یلا کرد رفت ایران در چند روز شده که رد مرسون آمد در خانه. اولش الله که پدر پاس میرم میگه نه 3 سال مکتب موندم، مکتب تا بخون روزی را خدا میده وقتی زنده باشم تو من خودم مشوره نمیتونم که برم. من خودم گفتم من خودم مشوره نمیتونم. من خودم گفتم مکتب تا بخون تو که من زنده باشم تو احتیاج نمیشه. هیچ کم یک روپیه پیدا نکنم تو احتیاج نمیکنم. ولی اگه شانه بتونم پیسه که در ایران کار میکنم دمیجم پیدا میکنم. دیگه شکر الحمدلله مهربانی کردی که اولادا بسیار اولاد صالح نیکبخت هستن. خدا دیگه هم نیکبخت نیکتای کل ما شما را بریانه. خو این پدر مادر میگه زمانی که طفلکا پیدا میشن تا 10 سالگی و 15 سالگی زیاد کوشش کنه سر اولادای خود که درس بخونن و تربیت داشته باشن. باز وقتی که از 15 و 20 بالا شدن خود پدر و مادر آرام میشه. اما بعض پدر و مادرایی هست که می طفل به دنیا آمد یک کمک دست و پای زد و طرف ایلایش میتدم و کوچه. نه باز میگه برو نان تا پیدا کو.
اون نموز که از او باز نمیشه توقع داشته باشیم. نه در قصه پدر میشه، نه در قصه مادر میشه، نه در قصه آبرو میشه، نه در قصه عزت میشه، هیچ در قصهش نمیشه. اما خود یک قصه بر یک سخن کوتاه میگم. یک زمان کسی پیش پیغمبر علیه السلام رفت عرض کرد، گفت یا پیغمبر خدا بچه مرا زد. خاصیت زده فرق خوند. بچهش تلویز. بچه را که تلویز بچه در جواب گفت یا پیغمبر خدا، گفت که امی مرا در پشت گاو و مال و امی چیز ما برای من را نشون نداد که این پدرت است، پدرت این قدر داره، این مادرت است، مادرت این قدر داره، این بیادرت است این داره. برای من نگفته بود. برای من گفت که مالا و گاوا که شوخی کردن قصوت بزنشون که در راست شوند. امی مرا دو زد در فکر محمد که البته حیوان است، قدم سوتن زدن در فرقش. اینال خودت قضاوت به دست خودت که آج جرم از ماست یا ازی. خب مرا خود تربیه که بزن امورم ما میره زدم. اول فرموده خودت هم مبصر بچه قبول کرد. زمانی که اینمه قید تلف ما سمیاله صبحکی بگه که خواه میشد، میگه پدر جان صبحکی باز مرا در نماز صلاح کنی. زمانی که من صبح خودم میخیزم خداوند به دربارش قبول کنه، ایره گپ کلام رقم دیگه نشد. زمانی که من خودم صبحکی در نماز میخیزم خو شوا کوتاستم بچه خوشان خون اوگینس نمیشه بیدار نمیشه. خو بچگیست. با مادرشون سلام میکنم که بچه را بخیزان، بچه میان مسجد، دخترها در خانه وضو کنن، نمازشون بخونن، قرآن خوانش قرآن بخونه و ریزاش که خواستن خیر است. دیگه تربیه از پدر و مادر فرموده خودت است که باید داره که از خورتریکش تا پیریش. این بچه ماست، بچه که دومگی ماست. همین بچه است. هر روزه که یک چند وقت در ایران بود ما لازم سلام میکنم بچه نمازتانه قضا نکنه، یعنی پیش مثل اولی از من که فضل خدا پیشتر میخیسه. در 5 وقت نماز در جماعت آسره است. در کار و غریب گیشم چیزی که از تونشان میایه، یعنی من روزه نمیجور نوکی آمدد، یعنی در اینجا آورده که باشتو که برای بیگه اگر چیزی نشد که امروز خود بیگه میشه. خیر بینی کاکا. با من خدا. قربانت. خدا حافظ پهلوان جان. سلامت. یک سلام علیکی به رفیقای بیرون از کشور دیگه. یک سلام علیکی. من میفهمم دیگه سلام و احترامات به همگی برسه، به رفیقایی که در ایران است، در ترکیه است، بچه‌ای که در اروپا رسیدین دیگه، خدا کنه هر جا باشن خوش و آرام باشن. ما رو هم دعا کنم. شما میخوایم، خودت هم خوش شدیم دیدیم، آرزوی دیدارت داشتیم. تشکر. کدام بچه کا؟ خب سایکو بچه‌ایت کم جرأت است. به این گپ بزنین، خود معرفی بکنین. بسم الله الرحمن الرحیم. وحیده اخلاقی هستم. وحیده جان چطور آمده بودین نمایشگاه؟ نمایشگاه به خاطر امی گفته شده بودن که میله دهقان است و در پالی از صنایع دستی به خاطر زنا که به نمایش گذاشته میشه که ببینیم که مثلا تولدات امی ما زنا چقدر پیشرفت کرده. بسیار خوش هستیم که امی همچو نمایشگاه های برگزار میشه به خاطر زنا، به خاطر رشد تجارتشون که پیشرفت کنه. خیلی گپ خوب است. شما بازدید کننده بودین؟ بله ما یا کدام غرفه دارین اینجا؟ نه غرفه ندارم، بازدید کننده هستم. چیز خریدین؟ برای فعلا که چیزی نگرفتیم. دوستام همراه شما هستن؟ نه خیر نیست. شما جداستین؟ من جداستم. بله. از سیل و گشتن و دید و وادید لذت بردین؟ بسیار زیاد. خوش گذشت؟ خیلی خوش گذشت. بازم از دولت بسیار تشکر میکنیم که همچنین نمایشگاه را که خانم‌ها رو برشان اجازه داده تا یک ذره یک پیشرفتی و دیگه خانم‌ها چی میگه روحیه بگیره از این دیگه خانم‌های تجارت پیشه‌ای که پیشرفت کرده تشویق شود. بله بله. تشکر وحیده جان. تشکر شما. برین خداحافظ. تشکر. شما گپ می‌زنین؟ به این خدا معرفی بکنین. سلام، اسم آرمینا لطیفی از ولایت تخار ولسوالی رستاق. رستاقیستین شما؟ بله. بسیار خوب. ما به خاطر دوستای رستاقیز جان دارم. رستاق میگن بسیار یک قریه کلان است. ولسوالی کلان است. بله. شما از رستاق به کابل آمدین و یا دمیج زندگی میکنین؟ نه، از رستاق به کابل چکر اومدین. چکر آمدین. امروز به این نمایشگاه آمدین. بله. چطور بود نمایشگاه؟ خوب بود. از این چیز هستیم که خوشحال هستیم که دولت برای خانم‌ها مانده که جای برای سیاحت بیاین، دیگه جاهای تفریحگاه ها بند است. خیلی خوشحال هستیم. خوشحال هستین. بله. شما بازدید کننده بودین؟ بله. یا کدام غرفه ساختین؟ نه، بازدید کننده. پس تخار میرین یا هستین؟ نه، پس میریم. برای یک چند روز چکر اومد. چند روزه که در کابل هستین، کابل چطور میگذره؟ خوب است. خوب است؟ بله.
درس مکتب کجا رساندید؟ تا صنف 9 خواندم، بعد از دیگه بسته شد. 3 سال دیگه است که مکتب بسته است. امید داریم کل ما. بله. بری پناهتون بخورم. تشکر سر. خداحافظ شما باشه. هنوز داخل خود نمایشگاه نرسیدیم که با تعداد وطندارا روبرو شدیم. این قدر برنامه ما پیش رفت. بیاین که بریم داخل نمایشگاه. اما این کاکای ری سفیدم چیز با گفتن داره. سلام علیکم. و علیکم السلام. مانده نباشین. جور باشین. معلوم میشه که از اون سمت از امیرای میدان وردک از ولایتتان و سمنگان مزار اومدیم. خب از اون طرف از طرف تخت رستم اومده. بله تخت رستم اومده. چی گپ است طرف سمنگان؟ خیلی قراری آرامی هم تو برقرار شد. کل چیز. کل چیز. شو بری روز بری هیچ گپ نیست. نه مردم آرام کرخت میگن. کابل چطور اومدین؟ خیرت بود؟ کابل هم یک برنامه بود خاطر اون برنامه. خب بسیار خوب. خوش میگذره کابل؟ بسیار خوش میگذره. اگر قرار باشه که به دولت یک پیام داشته باشی، ما از دولت میخوایم که نمیتونه ببینید یک مردم انجمن باشه و نمیتونه مردم تفخوش تا خوشحال میبینی خورده کلان همین دو روز که ما میبینیم بسیار ما میخواد خوب روز تیر بشه. کدام پیشنهادم دارین؟ همین پیشنهاد داریم که میتونه مردم طریقش هم مردم نمیرقم ببینی خوش باشه مردم دائم وقت نمیتونه تفخوش بگرده. نام شما؟ آجی گل محمد. آجی صاحب گل محمد بسیار تشکر از شما. از شما بسیار تشکر. خدا شما را داشته باشه. خوشبخت زنده خوب باشین. اینمی دختره از ساعتی که ما شروع کردیم اونجا بولانی سودا میکرد و حالا پشت ما آمده. چی میگه؟ ما نمیفهم. چی میگی؟ نام چی است؟ مقدس. امرای کی آمدی؟ امرای مادرت؟ در کجاست مادرت؟ در خونه. نه در اوجا پیشتر که ساد بودی امرای از دختره چیت میشد؟ چیدم. کجاست خانیتان؟ نواباد. کجا؟ نواباد. خب نواباد دکپک. آفرین. آلیجا چی میکنی؟ کار میکنم. ها؟ کار میکنم. چی کار میکنی؟ تخم. تخم مفروشی؟ کو که تخم؟ بشیریه دارم. خب خیدایی چی میکنی؟ برو دیگه تخم سودا کن. کار میکنم. خب خیلی تو پیش تخما باش. باز من کارم خلاص شد میایم یک چند تخمایت میخرم. صحیح؟ آفرین. برو. مقدس بود. شما مصاحبه میکنین؟ خیرا را بند اندازین. این طرف ساد شوین. روی تام طرف کاکایت بگی خودم معرفی کن. سلام ما زینب هستم و شما دیگه سلام. تشکر زینب جان. از کجا آمدین؟ از ولایت تخار. شما از تخار آمدین؟ از رستاق آمدین؟ خب شما با اونا یک جای بودین که پیشتر امرای ما گپ زدن؟ بله. خب چی میکنین؟ کابل خانه خیشایتون است؟ نمی‌جم خانه خود ما است. خب اینجا هم خانه دارین در رستاق هم خانه دارین؟ بله. خب خانه ایجتون خوبش است یا رستاق؟ اردیش خوبش است؟ خب در اوجا حتما گو گوسفند هم دارین؟ نه نداریم. چی دارین خیلی دیگه؟ اینجا اما تو خانه وطنی خانه کابلی آورید. مردم که در قریه زندگی میکنه باید اونم مرغ داشته باشن، گو داشته باشن، گوسفند داشته باشن، تنور داشته باشن. ما داشتیم سودا کردیم سوق می آمدیم کابل. خیلی شما مصری شدین؟ کابلیگک شدین؟ بله. خب مکتب کجا رساندی؟ مکتب تا صنف 6 4 سال خواندم. امسال خب مکتبای ما باز بند شد دیگه نتونستم برم. خب فارغ شدی دیگه؟ از دوره ابتدایی فارغ شد. بله. همراه فامیلتون آمدین اینجا؟ بله. در این نمایشگاه چکر زدین؟ بله. چیز خریدین هم یا نه؟ بله خریدیم. خب چیش تو چکا؟ چیت میشه ای بچگاه؟ بیادرکای میشه. نامت چی است؟ عثمان. آفرین. چیت میشی دختر؟ خوبم. آفرین. مکتب میخونی؟ چرا؟ شامل نکرده؟ آفرین. برین خیلی خداحافظتان. تشکر از شما. سلام با شما. سلام شما. خوبستون بخیر سلام. او پختو خبری کوي؟ پښتو کې مې ځنې فارسی. از ما میترسی؟ چری ما رو ببینه وحشتناک نیست؟ همین ترسیده این بچه. میگه خودت زیاد دوست داری. خب از کجا آمدین بخیر؟ ما در کابل هستیم، در وزارت زراعت کار میکنم خودم. خب از این بخشای کابل آمدید اینجا؟ بله. چکر آوردین بچه‌ها؟ بله، یا از کودکستان آوردیم یا دیگه برای بازدید آمدن. برای بازدید آمدن. به این کامراشون معرفی شیم. نام مکتب بگو. نام عمادالدین است. حمادالدین؟ عمادالدین. عمادالدین. آفرین. نام خودت چی است؟ زعیم. زعیم؟ او بشک. آیس کریم تو هم خلاص کردی، کمک به من ندادی. ناجوان. حالا یک دونه دیگه پدرت میخره بر من؟ یک آیس کریم دیگه بر من میخره؟ او دقیقا شکم خود است ولی سر ما جب میگیره. خب
تشکر از شما. تشکر. سلامت باشین. ما میریم داخل. چی کنید؟ اجازه است که امرایتان یک عکس بگیریم؟ امروی ما عکس میگیرین؟ بین افتخار ببخشین عکس بگیرین. کی میگیره عکس ما را؟ بته این بچه که بتی که عکس ما را بگیره. استاد چه نمیجا؟ شد؟ برین خداحافظ تا. بگم یه عکس از ما بیادره بگی. بره پناهگاهتون بخدا. خداحافظ. زنده باشید. تا هنوز ما نرسیدیم به دروازه نمایشگاه. نام خدا امروی مردم. دست بند. باز من زنگ میدم. امروی ازی بیادر ما گپ بزن. خداحافظ. خداحافظ. میگه وای ما سره مصاحبه کوي خلکو ته ځان راو پیژنه. سلام علیکم. نوم امرالله علیزی د پروان ولایت نه یم. د پروان د ولایت د غوربند نه یاتمن. نه د خلازای نه یم د سرکی باګرام. ښه خلازایونه ښه د هغه څه ورته وایي د میدان څنګ کې څه ده؟ د میدان نه پورته ده د دروازه کابل پروان نه ده دلته ده. ښه د غلام علي ته نه رسیده. آفرین. خیر ان شاء الله. شکر. چی کوي دلته خیرتی؟ راغلایم بازدید کننده یم. شکرته. ساده تیر ان شاء الله. بس تیر و بار وظیفه شیلری کنه. نه دقیقانان هستم. دقیقانان چی مکریلی سکالی؟ سکالی نور شفتالو ونی دی نور خاص انگور دی نور شی نشته. زه درځم ان شاء الله. عکس بیا خلکو ته ښیم د تاسو کور به راوخی. سمه ولې نه راشه. زه شومړې د تناره ډوډۍ مونږ ته راکړه. ولې نه تو وخت کې راشه مونږ په خدمت کې زه مختدی ګلونه. خیر اوسه. کاکا مصاحبه. دیگه کاکا گفتی دیگه تو خوب یک جنگ میکنیم او خودت. صحیح. خدا معرفی کو. اسمم تمیم است از ولایت پغمان. از ولسوالی پغمان. ولسوالی پغمان. کجای ولسوالی پغمان؟ خالداری. خالداری. از بازار بالا یا پایین؟ نه بالا. از این منطقه آخوندزادهشان بالاستن یا پایین؟ نه بالاستیم. شناختی آخوندزاده را؟ شناختم. قریشه. برو خیلی خداحافظ باشه. تشکر. این طرف میریم خی. این طرف میریم. سلام علیکم. تو حسین. بیاین که از همیشه کم کم. السلام علیکم. مانده نباشین. قراری هست انشالله. شما چی آوردین به خاطر نمایش؟ ما به نمایش همی شامپو باب آوردیم از شرکت ظلمه صحت. وطنی چی دارین وطنی؟ وطنی است، کلش وطنی است. اینجا ساخته میشه؟ در کندار ساخته میشه، فابریکیش در کندار است. خب آدیداس که است باز در اینجا ساخته میشه. خب اینی روغنا چه رقم است؟ روغنا هم اینجا ساخته میشه. این روغن چی است؟ کنجد است، پنبه. یک بوتلش بالا کو بیاد؟ درایور. این پنبه‌دانه است. این پنبه‌دانه است. بله ها. از این روغنایی که ما و شما میخوریم از خارج وارد میشه از یا کده خوب شد؟ از یا کده 100% خوب است. حالی در زیر بوتل چیز شیشته ای چطور میشه؟ این خویت است حال خنک است. نه اما باز مواد چی که است همین پنبه که است اما که روغن میکشه از پیشش حتما یک چیزش درش رفته دیگه. یکم ذره شیشته دیگه. خو کدام تاوان نداره. کلش پایدامن است و کنجد غوری رو واخم. روغن کنجد است. کنجد کدام ولایت است باز؟ کنجد تخار است. این روغن کنجد است. روغن زغر نداری؟ زغر هم است. تو بگم زغر نشامته. یک بوتل زغر بخریم که یک زغر پلاو جور کنیم. این می زغر است. ام از تخار. بویش پاس کردین، صافش کردین؟ نه پاس کردیم، صاف کردیم ما کلش. این صاف شدگی است کلش. اینال ما به مردم میگم که هر قدر که توان دارین کوشش بکنین چیزی که از خارج از افغانستان وارد میشه اونمو چیزی را اگر ما در داخل افغانستان داشتیم از او بخرین از خارجی نخرین. تا زمانی که بند ماندین که باز دیگه چاره نداشتین باز خارجی هم بخرین. صحیح؟ شامپو باب هم است، سیادانه و صابون طبیعی یا دانه صابون طبیعی را. این صابون طبیعی انار است. از انار ساخته میشه که در خارج رفته اونجا صفاتش در اونجا خواهی خارج خواهی هر چیز که ببره تست میکنه. یا را تست کرده حتما اینجا در نمایشگاه میای از اینجا نباشه زنگ میزنه میبره از پیش ما. موفق باشید. بخیر باشید. سلامت باشین. این که کمک از نمایشگاه دیدن بکنیم بعد از اون ما و شما خواستیم که هستیم.
چی کنیم پالوان؟ مانده نباشی. چند است خروت؟ خروت چند است؟ خروت خورد 50 روپا. یک خوردش 50 روپا. خروت کجا است؟ مالستان غزنی. مالستان غزنی. این وظیفه فرق میکنه؟ نه هر دو شکل است. حالا میگن که در خروت چونه و گچ هم گت میکنن، راست است؟ والا اونش نمیفهمم دیگه. شما نمیفهمید؟ نه میخریم. خب این خوردکی سودا میکنیم، مردم کم کم میکنن. خورده چند گفتی؟ 50 روپا. خورده 50 روپا. میشه یک نیم خورد برای ما طول کنی؟ ها چرا نه؟ ببینیم چه رقم است. یک رقم در نظرش میگه که ما خریدار نباشیم یا پیسه نداشته باشیم. ها بچه بیا پیسه خروت بده. داری پیسه؟ چند شد؟ این نیم خورد. این نیم خورد شد. پیسه ما رو پیسه تا عقد بگی اونه بیده. اونه عقد خدا بگی عقد ما رو پس بده. به نظر میره صبحانه تر میکنی که وزن زیاد شوه. نه همون تو تازه هستن. تازه هستن. فقط بوی چکه میخوری چکه. نون مایدهشو بده به او بچم. بیاین که درباره ملخ و شاپرک و غیره معلومات پیدا بکنیم. سلام علیکم. دکتر صاحب چطور هستین؟ خوب هستین، جور هستین. تشکر. این ملخ و شاپرک و اونو چیزای غندل است مچم چی است؟ نامایشون بر ما بگیرین و بگوین که چگونه پروسس که شما به نمایش گذاشتین این چیزا را. نام من محب الله فکری، کارمند ریاست حفاظت نباتات هستم، مربوط وزارت زراعت هستم. ما به خاطر از این حشرات که شما میبینین یا حشرات مضر هستند که در بخش زراعت مضر هستند به نمایش گذاشتیم که دهاکین، مسئولین و دیگر بازدید کنندگان یا را بشناسه به وقت زمان معین خود به ریاست حفاظت نباتات و به مدیریت های حفاظت نباتات در ولایت مراجعه کنند به خاطر کنترل از این که فصل از این زراعت از این خسارتمند نشود. بسیار خوب. انجینر صاحب بسیار گپ خوب رو یادآوری کردین. ما در افغانستان شنیدیم میگه که ما امسال حاصل خوب نگرفتیم به خاطر که زیاد ملخ پیدا کرده بود. نه همون چیزایی که اینا کشت کرده بودن به اون خاطر ما حاصل خوب نتونستیم بگیریم. اینال اگر این ملخ یا چنین حشراتی که عکسایش ما میبینیم در زمین یا در زراعت کس پیدا میشه در یک ولایت به شما خبر بده با شما جلوگیری میتونین؟ فعلا ما در سمت شمال ولایت هرات، نیمروز، روزگان فعلا کمپاین ملخ کشی ما جریان داره که از طریق ریاست حفاظت نباتات که مربوط وزارت زراعت میشه فعلا هم همکارای ما مربوط مجادله ملخ هستند. شما ملخ میکشید؟ بله. چگونه یک روند داره کشتن؟ از این دوا پاش میتین؟ ما به حساب یک روند سالانه ملخ کشی پروگرام در ولایت سمت شمال و غرب در چند ولایتی که ملخ دارن از طریق ریاست دوا روان میشه و کارمندای مربوطه ولایت های خود از مرکز سوپروایزر میره اونجا ماشینای یولوی هستن، دوای خاص هستن یولوی در ماشینای برقی استعمال میشه. و تو در ساحه دشتی اید محلول پاش های چانتایی نتیجه نمیده. اون محلول پاش های که الواماست از در موتر که در یک رفتار از 40 متر ساحه را یک دم دواپاشی میکنه. الوا ماشینای تستی یولوی هستند که فعلا یک نمونه شما اینجا آوردیم. یک لیتر دوای خاص که او محلول نمیشه 6 تا بالتی میخوره از اینجا موتور داره. یک نفر که اینی تو میره به سمت شمال که مثلا از این تو میریم شمال اینی تو باشه 10 متر خط میزنه. چیز ملخ است که در دشتا هستن یا کلش میکشه. انجینر صاحب این ملخ اینقدر یک چیز مضر است که حتی شما که به سطح یک وزارت هستین شما را تقریبا به تکلیف ساخته، یک بخش از کاری شما را اینو محدود ساختن. ما خود به حساب ملخ کشی یک آمریت داریم.
آمریت است که همینجا 13-15 نفر تشکیل داره. ولایت ها مدیریت ها داریم. ملخ اگر سالانه در سمت شمال کنترل نشود، فصل سمت شمال مکمل از بین میبره. زراعت از بین میبره. زراعت مکمل. ملخ خاصیت یک دم گروهی میآید، خصوصا ملخ صحرایی که از یک کشور به دیگر کشور. هیچ ملخ صحرایی خاصیت داره که از یک کشور به دیگر کشور می. چون خوشبختانه که سال 1398 از پاکستان به خصوص آمده بود، چون اینجا ما در ماه هود آمده بود، چون شرایط برش آماده نشدن، پس عقب نشینی کرد تا که ما میریم به حساب پروگرام مجادله میگیریم یا پس شرایط محیطی برش مساعد نبود، پس از عقب نشینی کرد رفته. و ما که در سمت شمال ملخ‌های مراکشی و ایتالوی هستند که اینا هستند، این از وطن ما هستند. اگر شما اینجا یک چیز ببینین، نزدیک کنین، اینجا این نیچه یک ملخ است، سال به سال به نسل خود زیگذاری میکنه. در این نیچه از این که خوابگور است میبینی از 30 تا 35 تا 50 تخم ملخ داره. باز از سن، از وقتی که شرایط بهار شود مساعد شود، سن یک میبینه بسیار کوچک است، با سن 2 سن 3 همون تو بالا میره تا مزرعه را از بین ببره. من یک چیز فهمیدم، در کنار از که ما انسانای یک تعداد کشورهای مغرض را متوجه باشیم کی وطن خراب نکنه، از این بعد ما متوجه ملخ‌های بیرون مرزیان باشیم که حتی ملخ‌های خودم در جان ما روان میکنن. خب خیر، یک کمک گپ و رقمی باز در خامه نبریم. انجینر صاحب، این ملخ چگونه مضریت داره برای نباتات؟ مغزش ریشهش میخوره؟ خودش من نمیفهمم، گپای تکنیکی دیگه شما بگین. از برگ شروع میکنه، بالاخره اول همین نرمهش میخوره، برگ است، برگایش میخوره. اگر برگم از بین بره، این ساکه گندم میخوره. مکمل ریشکه چیز سبزه که است تا کابل، چیزی که به حساب اگر میزبان اصلی خوشایند نباشه، چیز سبزه که است مکمل از بین میخوره. حتما گپ بسیار مهمی بوده که شما حتی یک آمریت دارین به نام ملخ کشی، ها؟ بله یک آمریت داریم. ریاست حفاظت نباتات یک آمریت خاص برای آمریت اضطراری یاد میشه که اصلا هدف از این سال به سال پلان وزارت زراعت است که سال به سال جلوگیری از این از شخصی، از وضع شخصی برآمده. این به سطح دولتی، به سطح وزارت جلوگیری از این میشه. بسیار تشکر، بسیار گپ مهم را یادآوری کردین. ما باید یک روز بیایم به دفتر شما، به ریاست شما، چون بسیار گپای زیاد است. ما تنها فعلا در مورد ملخ گپ زدیم، حتی شما عکسای شاپرک ها ماندین که من شاپرک میشناسم و ملخ میشناسم. درباره شاپرک هم کمی برای ما بگین. مثلا اینی شاپرک پروانه هستن، شاپرک نیستن، یکی کبیچ باترفلای هستن که در این حالت زیباییش هم مردم خوش میکنه، چه که خوب زیبا هستن و محیط هم زیبا میسازه. و در حالت لاروایش است که کرم باشه، در او وقت گلپی، کرم، برگای از یارا لوچ میکنه و یارا به کیفیت میسازه. اینمی قد و قواره به می قد نه به می قد قوارش. اگر قد قوارش دیگه رو ببینیم، مگس خربوزه که مردم سمت شمال زیاد به تکلیف کرده، کیفیت خربوزه را از بین برده. این مگس خربوزه هستن بسیار خرد. مگس خربوزه خربوزه را از بین میبره با مو کتگیش. با مو کتگی خربوزه را گنده میسازه، تلخ میشه، مارکتینگ از این خراب میشه، بازاریابی از این خراب میشه، مزه از بین میره، حتی زهری میشه. این مثلا مگس شفتالو هستن، خوردهش ببینی و خسارهش ببینی تعجب میکنی. اینم قیاک است، اما این قدر خربوزه را از بین میبره. بله. ما کنغوزک کچالو است که در بامیان هستن، مکمل کچالو برگش میخوره، لوچ میکنه. حاصلش هم این نمی کنغوزک کچالو و چی خوب زیبایی داره. با زیباییش بازی نخوره. نی کنغوزک برخور است، طرفای شام برگ میخوره، روز آرام خو است، در تاریکی که شب بازیار شروع میکنه. این سنفست است، کفشک گندم که در ولایت بادغه سوغور حتی خساره ازی بر ازی که حاصل کم میشه، بر ازی که حاصل کم، حاصل که کم شد تا تندور نمیگیره، بعد مزه از خوردن میبرایه. تشکر انجینر صاحب، خدا خیر نصیبتون بکنه. انشالله اگر قسمت باشه در آینده حتما همراه شما یک برنامه میگیریم. با امان خدا. خداحافظ. سلامت باشین. اینمی جوان میخوای همراه ما قصه بکنه، اما یک از کجا آمده خدا معرفی کنه براتون.
سلام خدمت تمام بیننده های عزیز. اسم نوید است، باشنده ولایت کابل. کجای کابل؟ همین ناحیه 4. ناحیه 4 این منطقه؟ بله یا این منطقه بادامباغ مربوط ناحیه 4 است؟ بله. کجا؟ اینجا ابدا میشه؟ خب یه آدم میگه ناحیه 4 رو بیده. اون طرف چه کار بار میکنی نوید جان؟ فارماسی را خواندیم در یک دواخانه هستم. حالا چکر اومدی؟ بله یا خوش گذشت؟ خوب بود. دیگه تولیدات داخلی کشور ما را دیدیم، از این که باید از تولیدات داخلی خود استفاده کنیم. همه قدر. تشکر از شما. قابلش سلامت باشین. و شما هنوزم بیننده گزارش ویژه ما هستین. چیزای زیاد دیگه هم هست که به نمایش گذاشته شده در رابطه به هر کدامشان کسایی که اینجا کار میکنن معلومات خواد دادن براتون. اما در ابتدا چند تک تصویر از آنچه که به نمایش گذاشته شده و تعداد کسانی که به خاطر بازدید از نمایشگاه آمدند. این کال یک چیز را براتون نشان بدم. ما و شما سابق مرغا باید کرک میشد، بعد از او حداقل 20 یا 25 دانه تخم پیدا میکنیم. او تخم باید تخم چی میگفتن؟ نه یک چیز دیگه میگفتن هم وطنیشه. باش بیاین امروی خودش گپ بزنیم. سلام خوب هستین ان شاء الله؟ خیریتی است؟ شکر از فضل خدا. سابق همین تخم که پیدا میکردن یکی تخمایی بود که خراس نمی بود همراه ماکیان. او تخما چوچه نمیکشید. بله امیر خان. باز تخم را پیدا میکردن که همراه از اونم مرغای تخمی باید خراس هم بوده باشه. بله. اونو تخما باز میشد که ازش چوچه بگیرین. او یک چیز دیگه میگفتن. تخم خروسی میگفتن مردم. خب من تا ما باز که به نام علمی میگم نطفه‌دار میگم. شما نطفه‌دار میگم. بله. یعنی تخم پدردار. دیگه تخمای بی پدر چوچه نمیکشید. بله. یعنی امروز از اون ماکیان باید مرغ خراس می بود، بعد از او که تخم میداد از اونو تخما باز میتونستین شما چوچه گیری بکنین. بله همین رقم است. مگر حال خود قرن 21 است، 2024 است، 2024 میلادی است و دنیا تغییر کرده. دیگه کشورها هزارها تخم را شاید در ماشینالات بگذارن و بیشتر از 1000 چوچه در 20 روز بگیرن. بله. مگر در افغانستان خودت ساختی را؟ بله. بیا دیگه سرپوش بالا کو. در مورد از همون طرف استاد میشیم. همون طرف استاد میشیم که طرف دوستا ببینن. سرپوشکش بالا کو. اینه بداره. داخلش تخم است، در حقیقت یک ماشین است. بله. این چه نوع ماشین است؟ از چی ساختی؟ وسایلش از کجا کردی؟ چطور انگیزه و ایدیا برات پیدا شد و چقدر نتیجه گرفتی؟ ما خب قبلا این نمایشگاه نوم است که من اشتراک میکنم. ما قبلا که در نمایشگاه اشتراک میکردیم از دیگ نان و یا از تخته جور میکردیم و خوشبختانه ما در اداره تکنیک مسلکی در مرکز نواری افغانستان ما توانستیم ماشین استانداردتر را بسازیم که چون در این نمایشگاه ماشین استاندارد را آوردیم. البته اصلا فعلا هم در افغانستان مردم ما از ماشین جور میکنن مگر استانداردش جور نمیکنن. این ماشین شما استاندارد؟ بله فول ماشین چوچه کشی است. چوچه مرغ میکشه. ما 7 نوع پرنده را میکشه، تنها مرغ نمیکشه. خب اینو اگر ما تخمای بودنه بانیم بله چوچه میکشه؟ بله مرغ، مرغابی، کیکر، فیل مرغ، طاووس،
7 نوره میکشه. 7 نوره میکشه. بله. اگه تخم موسیچه هم بانیم شاید بکشه. در خارج از افغانستان میکشن. آدم چهره، کنری، توتی، حتی مار، سنگ پشتک، قاز چیزا رو میکشن. خب من تا ما تخمای رو در ماشین میمونیم که خودشان دانه بخوره. حالا اگر موسیچه یا کنری یا رو بانیم یا توتی و باید یک کس باشه دانه از و دانه بده. ما باید چیز را بشانیم که خودشان دانه بخورن. چون نمیال اگر ما در نمایشگاه هستیم اگر آدم چهره یا قمری یا توتی یا را میکشیم مجبور مکلف بودیم چوچار هم خود اینجا بیاریم که چون اینجا دانه بتیم. حالا ما یعنی یک نفر کار داره که دزان از و نان بته. بله آقا. خب در 20 روز چند دانه تخم داخل از این ماشین بانیم و چند دانهش ضایع میشه، چند دانهش چوچه میکشه؟ ما خود این ماشین ما که از تعدادشان متفاوت‌تر است. قسم که مرغابی که کرد تخمش یک اندازه است، فیل مرغ طاووس دیگه اندازه است، بودنه و کوک یک اندازه دیگه است. باز مرغابی و که کرد 100 دانه را گنجایش داره، بودنه و کوک 200 دانه، فیل مرغ و طاووس که است باز 50 عدد. 50 عدد. حالا اگه این ماشین ما بخریم بریم امشب فقط تخم بانیم داخل ازی 20 روز بعد چوچکا چون زده ما برایم. بله همین رقم است. والا بیشک این کار خوبش از دیگه. و یک خوبی دیگر که دارم نسبت به ماشینای خارجی یکی اگر تخ جمع منفی است پیش ما غلط شده قابلیت سوختن رو نداره و دوم دیگه خوبی دیگر که داره بادیش مکمل از فایبر کلاس جور شده. در نمایشگاه دیگه باز ما از تخته و یا می آوردیم باز واقع بودن در مقابل رطوبت و دما یا این دفعه معیاری تر کنه. بله برق زنده کار داره یا مرده؟ هم زنده هم مرده ایسی و دیسی. 24 ساعت باید برق زدگی باشه. بله تا 20 روز. تا 20 روز وقتی چوچکا که برآمد دیگه کار ماشین خلاص است. بله چوچا را بیرون میکشی و اونم او دانه میتی یک جای گرم نگاه میکنی. بله و فرقش که مرغی است زیر پای مرغ از 20 دانه یا 18 دانه به بالا مانده نمیتونید. در ماشین که چقدر بانین حداقل چند دانه جای میشه دی؟ 100 دانه مرغ. 100 دانه تخم مانده میتونین. چند دانهش ضایع خواهد شد حداقل؟ ما چون تارگت که دادیم 75 الی 80%. چوچه زنده ببره. بله. دیگه رایش گنده میشه. چون اگر نطفه سنجی صحیح کنیم وام گنده نمیشه که از خاطر که ما جایی که تخم میخریم باید تو جای استانداردتر باشه. چون که جای تخم میخریم باید بریم سعی کنیم که چند دانه مرغ چند دانه خراس اعلام داده. به اون حساب چقدر که فیصدی خراس زیاد باشه ممکن کم باشه نطفه قوی باشه و ضایعات ماشین کم می باشه. چی گپ دیگه بله و ما که هستیم باز نطفه سنجی تخم میتونیم. این ماشین ما که هست گروپ نطفه سنجی هم دارن. باشه یک دانه تخم میگم. چون اینجا روشنی هست روشنی خاص خود نمیته اینجا که باز بانیم اینجا اوچت معلوم میشه از زیر گروپ است اگر نطفه گد کنه باز تخما رگ گروپ است. بله شما وقتی تخم بانین اینجا بله بیا به در نفتالی خب از باز معلوم میشه. بله که نطفه گد کرده باشه با تخم رگ میشه بعد از 4 روز یا 6 روز تخم رگ میشه باز 12 13 روز که تیر شوه تخم مکمل تاریک میشه باز جا میفهمیم که ماشین دیگه تخم را گد کرده کدام تخم که گد نکرده روشن‌تر میباشه روشن میباشه باز تخم گوشه میکنه اون تاریکاش میمونه. والله بسیار جنجال داشته به خدا. کاکا مانده نباشی. خودت هم یک چیز ساختی اینجا. ما داشت هر کار است. شما داشت ساخته نه؟ بله. بیشتر کاکا همیشه دیدیم که یک در مرغ بریان کردن خوردن. مرغ بریان کردیم. کدام توتا مانده بخوریم یعنی؟ والا خلاص شده. خلاص شده؟ خدا مردم است. اینمی است ها؟ آها. دیگه ای داشت مصرفش از نیم برابر داشت ایرانی هم که پایین‌تر است و این داشت هر کار است که به حساب مرغ مایی در 15 دقیقه پخته میکنه قدرت داشت بسیار بالاست مگر مصرفش بسیار کم. مصرف کم خو یک ذره تو خشرگک جور شده. شما اگر پیسید خوی ابتدای کار است نه؟ دانی اول است که نه اختراع کردین شما. اگر یک کمک مصرف کنه مثلا چقدر تمام شده ای داشت؟ اینمی برما خود چون دانی اول است ما کل دیر سر البزا جور کردیم 5 دینی البزا تران بازیش از بهش بگیرم. اجلا 100 روپیه نیم برما
من تمام شده. 18 سال. اگر این من خودم کمپانی جو کنم شاید می خانه 1200 بر من بلند. 1200. مثلا اگر 1000 دانه جور کنی؟ نمی خانه 1200 بر من زیاد نمیفته. فکر بکن 1000 تمام شوه. این میره وطندارا اگر 1500 از پیش خودت بخرن؟ بله. فایده میکنه؟ که 10000 تمام شوه خوب است. اگر نه که باز بلند تمام شوه باز وارا نمیکنه. حداقل دانه 400 500 بانه خوب است. خوب است. خب این ما 1800 روپیه فکر داریم بر من تمام شده. 1800 داش جور کنی. دیگه داش چی چیزا پخته کرده میتونه؟ مرغ، ماهی بامیر بسیار خوبش پخته میکنه. بانجان سیاه بهترین یک بانجان سیاه پخته میکنه که در روغن بسیار کم. عین اون بریانی که بخاره مردم. این خوب بولانی هم پخته خواهد شد. بولانی بهترین بولانی پخته میکنه و کیک و چیزا هر چیز در داش پخته میکنه یا پخته میکنه با شکل بسیار خوبش. دیگه می خوبیش دینمیست که مصرف ازی کم است و هر کار است هر چیز پخته میکنه. یک چیز ما کشیدیم که مثال رمانی یک دانه داشت ما هر خانه که در سیستم آشپزی مکمل تغییر میخوره. با خیرت بتا در گذشته هم چنین اختراعات داشتی؟ نه در گذشته دفعه اول است. دفعه اول است. ما دارم 5 6 اختراع دیگه هم دارم. خب واژه دیگه هر کدامش باز با وقتش دیگه فعلا نمی داشت. فعلا سر زمین داشت. سر زمین داشت. ما خداوند موفق بگردونید کاکا. زنده باشین سلامت خیر ببینید. ما که میگم کلای افغانی کلاس دیگه شا کلاس 0 کیلومتر. ما تقریبا 5 6 نواری دیگه هم دارم. در نمایشگاه‌های بعدی بیارش که گزارش بسازیم و وطندارا را خبر بسازیم. بله. تشکرش. خیر ببینید. با امان خدا. بخیر. زنده باشید. با امان خدا. اینجا چی داریم؟ اول خود سلام با شما. سلام با شما، سلام با تمام بیننده ها. تشکر. این تخم جوشانده است چی رقم؟ نه کتی ما یمی غرفه کسب مربوط اداره تعلیمات تکنیکی میشه. تعلیمات تکنیکی خوب. امی غرفه. خوب بسیار خوب. آری را که دیدیم او امی و این چیزایی را که آوردیم تمامش تولیدات انستیتوت زراعت و وترنری ننگرهار است که مسئولین به دست خود جور کرده. بسیار خوب. مثلا شما اینجا تیر شوین معلومات بتین درباره از اینی گندم است و جواری مکمل هم کلکسیون تخم است. انواع مختلف تخم در اینجا نامه پشتو نوشته شده، نام انگلیسیش و نام لاتینش هم نوشته شده. هر کدام یکیش نامگذاری شده. مثلا بلاک هر بلاک جدا نامگذاری شده. مثلا بلاک است جواری مختلف، جواری که به اصطلاح پلم میشه و دیگه میشه. این تاماش و نخود و باقلی هم داریم. تقریبا کم از کم اینمی یک 30 نوع تخم است که کلکسیونش جور کرده مثلا. چطور مردم میان دیدن میکنن از این نمایشگاه شما؟ خوب است. دیر فتره زیاد تعداد آمدن. فروشات هم دارین؟ یک اندازه فروشات هم مثلا ما به خاطر فروشات جنس نآوردیم، ما به خاطر زمین که تولیدات خود به نمایش بگذاریم، به خاطر از هر چیز کم آوردیم. تشکر شما. سلامت باشید شما. میریم به بخش بعدی. در این بخش شما را با 20 قلم یا 20 نوع گندم آشنا می سازیم. گندم خب شما که گندمای وطنی دیده بودیم که کمک سیاه بود. یکی گندمایی است که گندمای زراعتی میشه و سفید رنگ است. مگر اینجا میگن که 20 نوع گندم است. ما نمیفهم. به این خودشان تشریحات بده براتون. اجازه است ما کم پیش بریم؟ السلام علیکم. ببین شما کم نزدیک ما. خوب هستین ان شاء الله؟ خوب هستین. تشکر. خوب. بخیر هستین. 20 نوع گندم وقتی که گفتین من متردد شدم. گندم خامو یا سیاه یا سفید است؟ بله. اما این چطور امکان داره که 20 نوع گندم باشه؟ اول سلام خدمت شما. خوش آمدین به غرفه ما. احمد شاه جلال هستم، نماینده شرکت تولید تخم‌های اسلاشته بذری و خدمات زراعتی لوی باختر افغان از ولایت تخار اشتراک کردیم در این نمایشگاه. خب شرکت تولیدی دیگه اولش خب گفتین گندم یا سیاه می باشه یا سفید. او قسم نمی باشه. این گندم که از انواع مختلف داره. اگر شما متوجه شده باشین ببینین اینجا نام نبات گندم نوشته است ولی نوش فرق میکنه چون 01 یعنی در سال 2001
اصلاح شده. نوع دیگه که اگر ببینین نبات گندم نوش مزار 99 این در فرم تحقیقات مزار اونجا دست این کد است که برش داده شده نه؟ بله بله. مثلا 99 01 04 و 5 شما همونطور عادی برای ما بگین تغییرات از این چگونه است؟ یعنی چه تفاوتایی وجود داره؟ تغییرات از این فرق میکنه. بعضی های از یا که است اصلایشان هم مختلف است و بعضی های از این که نان خوب میته، بعضی های از این که کیک و کلچه و پراته و چیزای خوب میته. بله. با او خاطر باز نوایش هم فرق میکنه و باز در جاهای مختلف هم کشت میشه. با 3 نوع کشت میشه، یا یکی زمستانی داره، نیمه زمستانی داره، بهاری داره، باز در 3 فصل سال کشت میشه. یعنی او گندمی که در زمستان زرع میشه بله. از طرف بهار شما نمیتونین رو زرع. او را اگه کشت بکنیم او علف میشه، هیچ حاصل نمیده. فکر کنم که فقط سبزه میبرایه دیگه، او کدام خوشه و بته و چیز نمیزنه. از کدام نوع گندم در افغانستان زیاد استفاده میشه به خاطر زراعت؟ خب اینال امی دهقانای ما که از قدر بسیار کم آشنایی دارن با تخمای اصلاح شده. زیادتر هم گندمای محلی که به نام زرددانه میگن و سرخست و سفید است میگن او را زیادتر کشت میکنن. با یا آشناییشان کم است. از وقتی که مثلا نزدیک کشت کرده، هر دهقان کشت کرده در منطقه، فکر کنین که یک نفر اگر کشت کرده 10 نفر 15 نفر زمیندار دیگه که در اطرافش بوده خوشش آمده، هم بوته خوب زده، هم جوانه خوب زده، هم حاصل خوب داده و هم کای خوب داده و دیگه در مقابل امراض و آفات نباتی بسیار مقاوم است. تشکر. شما این نوع گندم‌های اصلاح شده را از خارج وارد میکنین؟ هسته‌ای از را وزارت محترم زراعت از خارج میاره که شعبه تحقیقات لابراتوار است که او را با سرش تحقیق میکنه کدام از با محیط افغانستان خوب توافق میکنه، حاصل خوب میده و مقاوم است. باز ما از یا مادریش میخریم در بدل قیمت. مادریش هسته‌ای را او کشت میکنن از 10 نوع. فکر کنین 5 نوع از خوب توافق داد با محیط افغانستان. باز او نامگذاری میکنن. باز ما از یا تخم میگیریم، مادری میشه. باز مادری را ما میتیم به دهقانای شرکت میفروشین برشان؟ میفروشیم در بدل سبسایدی میتیم. باز سبسایدی اگر ما 100 روپیه میخریم 50 روپیه به دهقان میتیم، 50 روپیه ضرر بالای خود میگیریم، ولی قطع دهقان قرارداد میکنیم که حاصلش پس برای ما بیار، ما میخریم از پیشت به نرخ روز. باز به نرخ روز میخریم، میره پاککاری میشه توسط ماشینای کلان است که چندین نوع سورت میکنن. باز همون نوعی که سورت میشه که خود تخم باید شوه، هر کدام از خود یک چی داره. باز اونموش باز ما پاککاری میکنیم، بوجای استاندارد 50 کیلو داخلش دوا میمونیم یک پاکت. باز از پیش ما مؤسسات میخره، باز مؤسسات میخره، سابق وزارت محترم زراعت میخرید، حالا بودجهشون به نظرم که اونقدر توانش ندارن که بخرن. سازمان محترم FAO مربوط UN میشه، او میخرن به دهقانا را یگان توزیع میکنن، باز او کشت میکنن دیگه. منفعت شما سر مؤسسات است؟ بله، ما به مؤسسات میفروشیم. بر دهقانا به نصف بیش سودا میکنین؟ یعنی تاوان سبسایدی. اما زمانی که مؤسسات خارجی میخره از شما، باز برای کسایی که زرع میکنن دهقانا بر از اونها مفت رایگان توزیع میکنه، شما فایدهتون از اونها میگیرید؟ بله، ما اگر به دهقان خود کسی ما قرارداد میکنه، برای از او ما سبسایدی میتیم. 100 روپیه مثلا کیلوش اگر خریدیم 50 روپیه میتیم، اگر 80 از وزارت خریدیم برای از او 40 روپیه حساب میکنیم، نیمه بای میتیم برشون. ولی به مؤسسات واسطه بنو خود دونرها هستن از خارج، چون برشون پول میآید، برای از اون مفایده خود میگیریم. بله دیگه. تشکر از شما. سلامت باشید. خوش آمدین. یک توفه که ناچیز اینجا براتون. چی است توافق؟ خب یک دانه کتابچه، قلم است، دیگه یک بروشور معلوماتی است که یگان معلومات چیزای شرکت دهی است، طریقای کشت و یگان چیزا هست. بسیار تشکر. اگر دهقان شدیم حتما از او استفاده میکنیم. ما در خدمت. اگر شما دهقان نشین یا کسی را میشناختین که زمین زیاد داره، دهقانی داره، برای ما معرفی. نه، ما قشتیپا میریم یک ذره زمین میگیریم اونجا. بسیار خوب میشه. ما از شما میگیریم تخم. بیاین شریک میشیم در قشتیپا. اگر نه دیگه ما شریکان خوش ندارم. برو صحیح است براتون. خیر ببینید. سبسایدی میتیم به شما. ان شاء الله. او رقم صحیح. تخفیف میتیم. با امان خدا. خیر ببینید. عکس پس آمدم میگیریم. صحیح است. بانن که گزارش ما تکمیل بسازم، دوباره میایم باز عکس میگیریم با این مردم.
کاکا سلام. مانده نباشین. خوب است قراری. اجازه است از قروت ها بگیریم یک دفعه. قروت خود دیده بودیم و شما مگرم بهینه و قروت نه. این دیگر رقم قروت است. بله بسیار قروت خوب است. این قروت طبیعی است. قروت کجا است؟ قروت کاپیسا. ولایت کاپیسا. بله. کجای کاپیسا؟ نجراب. خب این قروت هم نجراوی است دیگه. بله. ما یک رفیق نجراوی داشتیم، یک دانه زمین قروت برمان آورد. حالا خیر از ما برد میتیم یک دانه. خیر ببینین یک دانه از چقدر خاط آمد کاکا؟ وزن میکنیم. چقدر خاط آمد؟ ببینیم این وزن چه میگه. یک وزنش بکنین چقدر است؟ وزنش 515 گرم. 515 گرم، تقریبا نیم کیلو. بله. 1000 گرم ما یک کیلو میشه. 515 گرم. 515 گرم. 450 گرم. 450 گرم. خو خیلی ما متوجه نشیم. اینجا قروت تا قروت است. بازینیام قروت است. این از بولغین است. این از بولغین است. یک رقم زرد میزنه. این بزیس است. خب این چی گپایی است مردم. سعی کنین که این قروت تا این قروت چقدر فرق میکنه. یکیش رنگ زرد داره مثل مسکواره یا مثل عسل واره و یکیش سفید و اینی دیگر رقم قروت است. باز این تازه است فکر میکنم. تازه است. این چنان تازه است که تا چکم زده میشه. بسیار خوبش خورده میشه. یا قروت کاپیسا باشه. از نجراب. کاپیسا یا نولزالی نجراب. نجراب. بله. این از کوبند است. کوبند. همونجا وطن داره من که پشه‌ای گپ میزنه. آفرین اونمو است. تو از همونجا نیست؟ بله از همونجا است. نه کمک بسیار خوب. این چک زده میشه نرم است اینیا؟ نه سخت است. این بسیار سخت است. این ساییده میشه. خب این بر ساییدن خوب است. بله بله. به یگون کچی قروت. آفرین. یگون قروتی. بله بله. الله کمیال گوشنامه است والا ویکی دل ما. دکان در خدمتتون است دیگه شما. زنده خوب خودش قروتی نیست باز. چکرم خلاص کردم. چکرم خلاص کردید. خب بسیار تشکر کاکا. والا اومدم بیاین به خدا به نمایشگاه بیاین از چیزای در خریداری بکنین. این قروت بارین که اوج یک چیز دیگر اومدیدم. درباره از وام ایداره گپ بزنیم. کم پیش بیم. این پنیر است. بله. پنیر نام خدا. چی یک پنیره؟ ایره در کجا جور کردین؟ یم در نجراب جور. دم خود نجراب جور بله. شده؟ بله. شیر چی است؟ این شیر وطنی است. شیر گاو. شیر گاو است. شیر گاو است. اما گاوی کتا کتا. نه گاوی خورده کلان است. خورده کلان است. سبزه خورده. سبزه. حالا بسیار گیاه خوبی داره. یک دو تا یک شبت کاکا. یک چشک کنیم. یک آب هوای خوبی دارن نجراب. نجراب خودت توصیف شنیدیم. مگر هیچ وقت نشده که ما بریم. تو را بخوین اول میفهمی که نجراب چه مزه داره. چقدر نرم و تو ملایم است. نه اون مصرفه. این چه رقم فروخته میشه کاکا؟ این کیلو 300 در این نمایشگاه. کیلو 300. بله. امی یک نوع پنیر دارین؟ دو نوع است. دیگهش کدام است؟ شور پنیر است. شور پنیر اینجا قدر کس نمیگیرن. خب این یک دونه چی میگن؟ سطلک میگن؟ ظرفش. امی یک دونه کت ظرف مرفش چند میه قیمتش؟ ایران ما وزن میکنیم ببینیم در وزن چند. دیگه یک دونه شبتی ولی مرا مزه داد. خیلی یک دو تا یک دیگه بده بعد از او کمش کن. بچه‌شون اجازه ما کم نمیکنیم میرم بخور ما خود دهقان مردم هستیم. دهقانا خود دلشان کلام. دلشان کلام. این پیسه دارو چندان دل ندارن. خوب پیسه دار از دیگه. خوب امیر رقم جمع کردن. شوخی روا باشه خفه نشه. سعی کال پیسه دار است. رواشی که بهی. این توت خودی بولغن است. این توت پنشیر ول سفیده است. این توت خودی بولغن است. توت خودی پنشیر اصلا مشهور است نه؟ نه بولغن در تاریخ خواندی؟ بولغن. بازی تو چطوره؟ این دو میشه. توت خوبش در بولغن. توت خوبش در بولغن. چی بگوینم؟ این نوعاً توت خوبی بولغن. مرا به یاد بردی دیگه به یاد از اونم ما. بازی توتا چه رقم است معاملش؟ این 4.5 است. اینی 200 کیلو. این چقدر میه؟ 1 کیلو. 1 کیلو 4.5 بله. من توت از قیمت است. این خارج میره. خارج میره. حالا ما خارجی نیستیم دیگه. در داخل در وطن ارزان سودا کنیم. خیرت به خودت ارزان میدیم گپی نی. خب وزن کردی کاکا چقدر آمد؟ این فقط دیگه آمد که 278 روپیه. 278 روپیه شد. خب 300 گرم وزنش برآمد. 300 گرم وزنش برآمد. 278 افغانی را 900 گرم 920 گرم. خب 278 افغانی خرابات کردیم یک دونه. این پنیر را گرفتیم.
تازه است مثل دمو که خوردیم. همین روان که اگر تازه دیدم که تازه بدونم. دیگه خودت جورش کو بخیر. هر کدامش که مناسب می‌بینی. این نام خدا زیاد آوردین، من فکر کردم همه خدر از کلش. این با 300 شد. این 300 شد حتما او داره. نه او کوچیک تازه است. خود چیزی قسمت مازگاله 1015 گرم برام. حتما زیاد است. زیاد است. دیگه. مگر می نمیشه یک چیز ارمان دمی دلم نمانه. یک ذره بدم بخور. نه این از می توت بولغین یک توت یک بده که دمی دانم بندازم که چه رقم است. توت نیست قروت بولغین ببخشید. این دندان ده میدان نکنه. میدان میکنه؟ میدان نکنه ما. گفتی قروت دیگر میکنه. قروت بوزی. این بس فایده است. نه دیگه خیلی نمیشه، حالا چی که دندانای ما جنگ کنه. خیر از اینی بخور که نرم است. از کدام؟ این قروت نجراب. نه دی بخور که والا عجب قروت است که. باید عجب قروت باشد چرا که بازی چه رقم سودا میکنیم؟ این 450 روپیه کیلوش. او یک دانه از 200 میه. نه 180 170 میه. خب قروت ما از بیرون از شیکا خریدیم. نه فهم کیفیت کدامش خوب شد؟ مزایقه‌اش ببین تو با مزایقه‌اش فرق میکنه یا نمیکنه؟ قروت شیره پودری است. ما شیر پودری کار نمیکنیم. عجب کیفیت میگیرم. خب یک دونه از این توت هم بده. اگر چه ما در خانه توت گرفتیم، خب شما که توصیف کردین از این توت برای ما بده. یک دانه. این توت شد، این پنیره. قروت هم باید ببری شما. قروت یک کمک بر ما از بامیان آورده بود. ایره که خانه ببری بخوره باز پس دوباره تو میای یادمی پیش ما میگی مرا زیاد بده. بان ایدانم قروت هم بان بر ما دیگه. بس است ها. مگر اونمو بان که او را توته کردیم. اونمو بان بر ما. یعنی 145 با میشه خود 140. خیلی ببینی جمع کو کت از یک جای. باشه شما. تو هم جمع کو ایرم جمع کو چند شد؟ 440. 450 چه شد؟ 440 ده کم نوست. کوکون د توت مراد ما نکردی مقصد. اینه مراد نکردی. برو یک 20 مراد. 20 روپیه مزیاد میتونم ولده 20 روپیه من هم دیگه 10 روپیه 20 روپیه دارد. بالا شد. فکر حسابش کو چند شد 4 نیم ساعت توت شد. این چند شد؟ ده کم چه شد؟ 140 شد. 145 خب 5 روپیه. خب 5 روپیه کاکام براس برای کردم. 140 4 نیم ساعت 40 شو جو بنداز شوش 490 روپیه 590 روپیه 590 روپیه او شد. این چند شد؟ 300 590 و 300 890 صحیح در روپیه اضافگی میتونه تی شد چند؟ 900 اینه که باختر این چیزا کار خورده. جایزه ما را دادی. نه دارپا ما را جایزه داده. اینه میگم. خیلی کنم. هیچ مشکلی نیست. تشکر. مذاق کردیم خدا. نه دیگه ما مذاق کردیم. خیلی بینی کاکا من پینجایی نو ندادی. بخیر میده بر ما کار است. خب ما گفتم خیبختر نو بود نگاهش کردی. نه دکاندار میده را خوش داره به خاطری که دستم بند نخوره. خب نام شما چی است؟ ملکیار. کاکا ملکیار نجرابی. دکتر تورگل وترینر از ولایت کاپیسا لوسولی کوبن. خب قدر که تمی رفیقا وعده کردیم کوبن میایم میگه بسیار جای سرسبز است. بیاین دیگه ما در خدمت هستیم. میفهمیم ما میهمان نواز هستیم. بس افغانستان میهمان نواز است ما بیشتره. همین کوبند از زیاد نامش شنیدیم مگر هیچ نشده که بریم امسال بخیر میایم. انگور داره چی داره که در وقتش بریم. وقتی توت تازه بیا بخیر. توت. همین توتای چهارکار که پخته شده که اوجام پخته میشه. نه پسانتر پخته میشه. پسانتر. هر وقت از پنشیر پخته شد. آفرین. اونم بخیر. پشت کوه پنشیر هم میشه دیگه. طرف جنوب پنشیر.
جنوب پنجشیر میشه. بله. خب پشت کوهایش میشه. پشت کوه. پشت کوه. تشکر. از شما بسیار تشکر. همین سوغاتای خدا بگیریم کالسای پیدا نکنه. این توت از شما باشه یا از من؟ اون توت که دستتان است. این از خودت. پیسه شو دادم. توت بالش. رفتیم با امان خدا. این آینه که من بگیرم کاله. بینندگان عزیز، رسیدیم به پایان گزارش امروز از نمایشگاه جشن دهقان. همونطور یک چیز بود فراموش می شده، او تابلو چی نوشته کرده بودن. خب بالاخره این نمایشگاه در جای همیشگی برگزار شده بود، باز هم در بادامباغ. ما آمدیم هم دیدن کردیم، هم خرید کردیم و هم بر شما گزارش تهیه کردیم. افسوس اگر کسی در دور و بر نزدیک ما است، ما میتونیم قرود، پنیر و توت برشان تحفه بدیم. اما اگر نزدیک نیستین، مثل فروه منشین زاده نشه که بگویه بر ما روان کو. همین حوصله روان کردن شیط نیست. تا گزارش بعد هر کدامتان را به خالق یکتا میسپاریم. خداحافظ.